سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در آخرین جلسه از جلسات دروس حج قرار داریم که الله سبحانه و تعالی آنچه که گفتیم برای من گوینده و برای شما عزیزان بیننده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرماید. درس دیگری که از این سفر مبارک میگیریم اینه که درس ذوق و شوق و این که حلاوت و شیرینی ایمان به دست می آید و از این سفر مبارک چگونه لذت ببریم و چگونه او حلاوت و شیرینی عبادت در این سفر به ما پیدا می شود. اینه که حج ما باید موافق به حج رسول صلی الله علیه و سلم باشه. قرآن می فرماید: و ما اتاکم الرسول فخذوه، او چیزی که پیامبر برای شما میدهد شما بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از او چیزی که پیامبر شما را باز می‌دارد شما خود را باز بدارید. در ادامه می‌فرماید: واتقوا الله، بترسید از خداوند، تقوای الهی را پیشه خود بسازید. نشه که اعمالی که برای شما گفته شده شما انجام بدهید اونها به میل شما و یا به خواهشات شما. چنین نیست. همانطوری که شریعت برای شما گفته شما عمل را انجام دهید، همانطوری که رسول معظم اسلام انجام دادن شما انجام بدهید. حج شما باید موافق به شریعت مقدس اسلام باشد و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در این باره می‌فرمایند: خذوا عنی مناسککم، شما بگیرید از من طریقه و روش انجام مراسم و مناسک خویش را. رسول معظم اسلام چگونه حج کردند، چگونه نماز خواندند، چگونه روزه گرفتند، چگونه اعمال صالح را انجام دادند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، پیامبر اسوه حسنه هستند. پس در تمام اعمال ما باید رعایت شریعت مقدس اسلام را داشته باشیم. پس دروسی که در این برنامه‌های گذشته بیان شد، وقتی اینها رعایت بشه، وقتی رعایت شد ما از این سفر لذت میبریم. چی چیز رعایت بشه؟ شاید عزیزی از ابتدای قسمت اول و دوم و سوم
شاید با ما نبوده باشند، بیننده نبوده باشند. من به طور خلاصه و فشرده کل این برنامه هایی که تحت عنوان دروس حج یا درس های از حج بیان شد، من خلاصه و فشرده بیان می کنم تا اینکه خلاصه دروس حج در ذهن و فکر ما باشه و ما از این سفر خود درست و صحیح لذت ببریم و حلاوت و شیرینی عبادت را احساس کنیم در وجود خود، در زندگی خود و در برنامه خود. درسی که از این حج میگیریم این بود که ما باید معرفت پیدا کنیم به ابراهیم علیه السلام. تو حاجی که قصد و اراده حج دارید و قصد و اراده حج را میکنید، همانطوری که احکامات حج را مطالعه میکنید، یک مرتبه گذر بر سیره سیدنا ابراهیم علیه السلام هم داشته باش. وقتی ابراهیم علیه السلام را شناختیم، در این سفر به ما حلاوت و شیرینی خاص دست میدهد. دوم، و اتم الحج والعمرة لله. فراموش نکنیم این درس را میدهد که اعمال باید خالصانه و مخلصانه باشد، نه ریا و نه این که ما را حاجی بگویند و نه این که بالاخره به دیگران نشان بدهیم که ما به حج رفته ایم. پس این درس را فراموش نکنید. و اتم الحج والعمرة لله. حج و عمره‌ای که صورت میگیره خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. و دیگر این که قدر و منزلت مکه مکرمه را بدانید. همانطوری که احکام حج را مطالعه می کنید، همانطوری که فرائض و واجبات و ممنوعات احرام و اینها را مطالعه می کنید، قدر و منزلت و عظمت و بزرگی و جایگاه خود مکه مکرمه را بدانید. وقتی دانستید، در این سفر به ما حلاوت و شیرینی خاص دست می دهد. من کجا آمدم؟ شهر مکه فرق میکنه از شهر من. مسجد الحرام فرق میکنه از مساجد دیگر. روز عرفه فرق میکنه از روزهای دیگر. اینها را وقتی مطالعه نمودیم، وقتی دانستیم، به این سفر که حرکت میکنیم برای ما حلاوت و شیرینی و لذت خاص دست میدهد. همچنین معنا و مفهوم تلبیه را فراموش نکنید. تنها لفظ تلبیه را حتی متاسفانه بعضی از حجاج عازم سفر حج میشه، تلبیه را گفته نمیتواند. لبیک اللهم لبیک را لفظا گفته نمیتواند. تنها به لفظ اکتفا نکنید. لفظ را حفظ کردید، معنا و مفهوم این را بدانید. شما چی میگویید؟ چگونه شعار میدهید؟ هدف و مقصود و مطلوب این شعار چیست؟ باید ذوق و شوق به توحید و به یکتاپرستی داشته باشید. باید در قلب خود انزجار و نفرت از شرک و از اعمال مشرکانه داشته باشید. وقتی چنین بود، حلاوت و شیرینی و لذت در این سفر به وجود می آید. توحید و ثمراتش را بدانید، شرک و عواقبش را بدانید. اینها را دانستید، از این سفر خود لذت می برید. دیگر این که طواف و سعی بین صفا و مروه، وقتی اینها را مشاهده کردید، به این فکر باشید که این عبادت به دیگر جای میسر نیست. الله سبحانه و تعالی عبادتی را نصیب تو کرده که این عبادت در هیچ نقطه‌ای از دنیا دیگه نیست که شما بروید در اونجا طواف داشته باشید و سعی داشته باشید و اینها در دیگر جای پیدا نیست. پس
وقتی متوجه شدید که الله سبحانه و تعالی نعمت را نصیب من کرده که این نصیب خیلی از انسانهای امروزی که در روی زمین زندگی میکنن نشده، وقتی خود را در طواف مشاهده کردید به این فکر باشید که در این لحظه میلیون ها زن و مرد اشک میریزند در روی کره زمین، در نقاط مختلف، در قاره های مختلف، کاش این نعمت نصیبشان بشه و این نعمت الان نصیب تو شده. آن وقت حلاوت و شیرینی و لذت این سفر برای تو دست میدهد. و همچنین به این فکر باشید که این سفر سبب آمرزش گناهان می شود. این سفر سبب قرب به پروردگار عالم می شود. این سفر سبب می شود که من محبوب پروردگار عالم می شوم. این سفر سبب می شود که رجع که یوم ولدته امه می شود. این سفر سبب متقی بودن و متوکل بودن من می شود. این سفر است که مرا به یاد آخرت می اندازد. همه این فواید، این ثمرات وقتی در ذهن تو حاجی خطور کند، خود به خود جا به جا لذت و حلاوت و شیرینی این سفر را احساس می کنید. حالا این سفر به این که بیشتر و بیشترتر بر معنویت ما بیفزاید چه کار باید کرد؟ بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حجاج عزیز و گرامی، مهمانان پروردگار عالم، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، باید در این سفر ما کیفیت و لذت خاصی باشد. باید از این سفر خود لذت ببریم و باید به اون گم شده‌ای که سالها در دنبالش بودیم و در سراغش بودیم، که همان اخلاص و تقوا و خدا ترسی است، باید او را دریافت. چگونه میتوانیم بیشتر و بیشترتر از این سفر استفاده کنیم تا محبوب پروردگار عالم بشویم؟ و چگونه میتوانیم از این سفر بیشتر و بیشترتر استفاده کنیم تا قرب و منزلت و جایگاه به نزد الله سبحانه و تعالی بیشتر به دست بیاوریم؟ به تعبیر یکی از عرفا و بزرگان که میفرماید کعبه و سنگ نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. الله تو را در این سرزمین طلب نکرده تا اینکه تو احساس بکنی سنگ پرست هستی و یا فقط کعبه پرست هستی. وقتی ما از ابراهیم علیه السلام میگوییم، به معنای این نیست که شما بیایید هدف این باشه که شما معرفت به ابراهیم علیه السلام پیدا کنید. هدف این نیست که شما معرفت به اسماعیل و هاجر تنها پیدا کنید. هدف این نیست که شما بیایید فقط مشعر الحرام و اماکن دیگر را معرفت پیدا کنید و شما پرستش این اماکن را داشته باشید. الله سبحانه و تعالی در همه حکمتهای نهفته که
از اون واجبی که اضحیه هست واضح و مشخصه که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی. هدف از کعبه و حجر الاسود و رکن یمانی و ملتزم و حتیم، هدف از زمزم و صفا و مروه، هدف از منا و عرفات و مزدلفه، همه این است که رب خود را بشناسید و رب خود را پیدا کنید. کعبه و سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. سخن خود را در ختم این جلسات با داستانی از اولیای خدا، یکی از علمای بزرگ که شاگرد خود را پرسان کرد که شاگرد عزیزم حج رفتید؟ گفت بله رفتم. گفت چند سوال از تو دارم. جلسات دروس حج را با این داستان این اولیای خدا خاتمه میدم. این عالم بزرگوار پرسان کرد، گفت حج رفتید؟ گفت بله رفتم. گفت چند سوال دارم از تو؟ گفت بفرمایید استاد بزرگوارم. استاد پرسان کرد، گفت احرام بستید؟ لباس احرام پوشیدید؟ گفت بله. گفت لحظه ای که احرام را به تن کردید به یاد کفن افتادید؟ گفت نه خیر. گفت پس از این احرام خود بهره نبردید. گفت هنگامی که تلبیه را سر دادید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آیا در آن لحظه خود را در مقابل پروردگار عالم با تمام مسئولیتی که الله بر عهده تو گذاشته خود را احساس کردید که تو یک سرباز هستید و گوش به فرمان پروردگار عالم؟ گفت نه خیر. گفت پس از تلبیه هم لذت نبردید و بهره نگرفتید. گفت هنگامی که وارد مسجد الحرام شدید چشم تو به کعبه معظمه و مشرفه افتاد، آیا به یاد اون لحظه‌ای که چشم تو در بهشت به دیدار پروردگار عالم باز می شود آیا افتادید؟ گفت نه خیر. گفت پس از طواف خود هم لذت خاص نبردید. گفت هنگامی که دست بلند کردید به طرف حجر الاسود و یا حجر الاسود را بوسیدید آیا احساس کردید که در مقابل پروردگار عالم و دست بر دست الله گذاشتن و با خداوند عهد و پیمان بستن که دیگر نافرمانیش را انجام نمی دهید؟ آیا چنین احساسی برای دست داد؟ گفت نه خیر. گفت پس از استعلام با رکن یمانی و حجر الاسود هم بهره نگرفته اید. گفت آیا هنگامی که به آب زمزم و نوشیدن آب زمزم مصروف شدید آیا به یاد آب کوثر افتادید که روزی دست تو بر دست ساقی کوثر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته شود و آب کوثر بنوشید؟ گفت نه خیر، به یاد آب کوثر نیفتادم. گفت پس از آب زمزم هم بهره نگرفتید. گفت آیا لحظه ای که در صفا و مروه داخل شدید به یاد سینه پرسوز هاجره و با لبان تشنه اسماعیل آیا افتادید؟ گفت نه خیر. گفت پس از صفا و مروه هم بهره نبردید و لذتی نگرفتید. آیا هنگامی که پا در عرصه منا و عرفات و مزدلفه گذاشتید آیا یاد تو از آخرت و دشت سوزان محشر، آن هنگامی که یوم یفر المرء من اخیه و امه، آن هنگامی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، آیا به یاد حشر و قیامت افتادید؟ گفت نه خیر نیفتادم. گفت پس از این مراسم هم تو بهره و لذتی نبردید. استاد پرسان کرد، گفت ای
شاگرد من، آیا هنگام طواف وداع با این فکر افتادید که روزی از این دنیای فانی ودا می کنید و به سرای باقی می شتابید؟ آیا به یاد این افتادید که روزی این دنیا را ترک می کنید؟ گفت نه خیر، به یاد این نیفتادم. گفت از طواف وداع هم پس لذتی نبردید. شاگرد وقت اینها را شنید نعره زد و بیهوش شد که یا رب، من رفتم ولی از حج خود بهره و حلاوت و شیرینی را احساس نکردم. سال بعد شاگرد با اون توصیه هایی که استاد داشت عزم و اراده حج نمود و با آن حلاوت و شیرینی که میخواست حج را انجام داد. دوستان و عزیزان، تنها این نیست که ما فقط برویم لباس احرام بپوشیم و شعار زبانی سر بدهیم و در طواف و صفا و مروه و منا و عرفات و مزدلفه بگردیم و بچرخیم و برگردیم طرف خانه و کاشانه خود بدون هیچ اثرات و فواید. هدف از حج چنین نیست. فقط این را همیشه سرمشق و سرلوحه زندگی خود قرار بده که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی. حج میخواهد تو را متقی بگرداند. حج میخواهد تو را از جمله متوکلین قرار بدهد. حج میخواهد تو را خوشبخت دنیا و آخرت بگرداند. حج میخواهد که تو را رجع که یوم ولدت امه قرار بدهد. پس در هر مکانی که قدم میزنید در سرزمین مکه به جستجوی رضایت پروردگار عالم باش. کعبه و سنگ نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند و بین یار کجاست. الله سبحانه و تعالی بر همه حجاج عزیز و گرامی ما حج مقبول و مبرور عنایت بفرماید. حج مقبول و مبرور چیست؟ الحج مبرور، حج مبرور لیس له جزاء. پاداش حج مقبول و مبرور لیس له جزاء الا الجنه. الله پاداش حجاج را، جنت را وعده فرموده. پروردگار عالم برای عزیزانی که این سفر مبارک تا به حال نصیبشان نشده، الله سبحانه و تعالی سرزمین حرمین شریفین را نصیب همه امت اسلامی بگرداند. الله سبحانه و تعالی این صحبتی که پیرامون دروس حج بیان شد از ریا و از عجب و سمعه پاک بگرداند و مورد قبول درگاه خیش داشته باشد. آنچه که گفته شد که موافق به کتاب الله و سنت رسول الله بود از جانب الله سبحانه و تعالی است و آنچه که از خواهشات نفس و یا خلاف شرع چیزی بیان شد الله ما را ببخشه از جانب نفس و شیطان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. همه شما را به رب کعبه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.